حکمت از بزرگان. ارزش تو جنت است. به نام آن که جان آفرید، حکیم سخن در زبان آفرید. و درود و سلام و صلوات و پیامبر و به آل و اصحابشان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امام ابن حزم رحمت الله بر او باد می گویند شخص عاقل برای خود هیچ ارزشی را بجز جنت روا نمی بیند. بله دوستی عزیزم، شخص مسلمان عاقل، آن که به روز قیامت باوری دارد، آن که می داند که پس از این حیات یا دوزخ است یا جنت، آن شخص هیچ چیز را برای خود ارزشمندتر از جنت روا نمی بیند و حیات خود را چنین می سازد که برای آخرت باشد، یعنی طبق شریعت زندگی می کند و فرموده های الله و رسولش اطاعت می کند، چون او می داند که تنها با این راه شخص به جنت داخل می شود. وگرنه اگر شخص گناه کند، اگر شخص فرموده های الله و رسولش را به جا نآورد، این به معنای آن است که خودش به جنت در آمدن را نخواسته است. در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم می گویند همه امتی من به جنت داخل می شوند مگر کسی که سر پیچد. گفتند یا رسول الله، چی کسی سر می پیچد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند آن که از من پیروی کند داخل جنت می شود و آن که نافرمان برداری مرا کند به تحقیق سرپیچیده است. روایت بخاری. پس دوستان عزیز، حال امروزه مسلمانان را ببینید. گروه در شبکه‌های اجتماعی یکدیگر را غیبت و تهمت و دشنام می‌دهند. گروه به قماربازی مشغولند. در بازی‌های خود ماشین‌ها را می‌گذارند و بسیار جوانان مسلمان را به این کار جلب کرده اند. و گروه به دروغگویی و به دزدی و به غارت مشغولند و گروه به زیناکاری و شراب نوشی و رباخوری مشغولند. آیا گفته نمی‌توانیم که این شخصان ارزش خود را نمی‌دانند، قدر و قیمت خود را نمی‌دانند؟ بله، گفتن می‌توانیم، چون این شخصان این عملهای گناه را از جنت بالاتر دانستند و به این کارها مشغول شدند. وگرنه آنها اگر می‌دانستند که ارزش آنها جنت است، خداوند آنها را خلق کرده است تا که آنها به جنت درآیند، هیچگاه به این کارهای گناه دست نمی‌زدند تا از جنت خود را دور کنند. پس دوستی عزیزم، فراموش نکن ارزش تو جنت است و با انجام دادن این گناهایی که ذکر کردیم خود را از جنت دور مکن. این دنیا گذرنده است. چی گناهی که نکنی، چی مبلغی که به دست نآوری، چی ماشینی که در قمار برد نکنی، آن را از دست می‌دهی، چون روز نه روز از این دنیا می‌روی، این دنیا را ترک می‌کنی. پس این دنیا را آن طور ترک کن که مؤمن حقیقی باشی، نه به زبان مؤمن و به دل و به نیت و به کار منافق و کافر. پس پیش از انجام دادن هر گناه یک بار به خودت فکر کن که آیا این گناه قدر دارد که این را من انجام بدهم و از جنت دور شوم؟ یک بار فکر بکن، آیا ارزش این گناه به ارزش جنت برابر است؟ آیا این گناه ارزش دارد که به انجام دادن آن آخرت خود را از دست بدهم؟ آیا این گناه ارزش دارد که من سرکشی از امر پروردگارم و از امر پیامبرم صلی الله علیه و سلم نمایم؟ پس البته دوستی عزیز، اگر در وقت گناه کردن ما چنین فکر کنیم، این سبب می شود که ما از گناه خود را باز می داریم و هیچ وقت ارزش ما که جنت است به این گناه ها آن را عوض نمی کنیم. این بود پایانی موضوع امروزه.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.